زمانی که بندگان الله حدود الله را مراعات نمیکنه، زمانی که بنده الله را فراموش میکنه، زمانی که بنده الله دنبال سرکشی روان است و بنده هوا و هوس و خواهشات دنیا و مال و متاع و جاه و جلال دنیا میشه، اینجاست که عذاب الله دامنگیری ما میشه. و این عذاب الله برای دامنگیری ما به این خاطر است که بنده مومن پس بیدار شود، خود یک کمی درست بسازه، از خواب غفلت بیدار شود. فساد شروع شده. امروز آنقدر بندگان الله دچار مشکلات است، نه مسلمان نه کافر. کافر هم خواب نداره، همین قدر پول مصرف میکنه، پول گزاف برای شیطنت، برای جاسوسی، برای پلان جور کردن و طرح کردن. این نیست که این خبیث روز تارای خود بلند میکنه با مایی که با میلیون ها دلار دو مصرف کرده در یک منطقه میریزه و همونطور جور نشده، تمام اقتصاد روسیه را دو مصرف کرده. ای امریکای خبیث با همتاهایش که در هر جای لانه میکنه و در هر جای میره و مصارف میکنه، ملتش در کدام حالت قرار داره. افسوس است که امروز مسائل اخبار در کنترل امی خبیث است، جنایات خود پنهان کرده، پرده سرش انداخته، نمایان نمیشه. وگرنه آنقدر قتلی که در امریکا میشه، آنقدر دزدی که در امریکا میشه، آنقدر خودکشی که در امریکا میشه، در یک مملکت نمیشه. خب افسوس است که مسلمان غافل است، مسلمان بیخبر است. پشت مجد و عزتی که سلف داشت، صحابه و تابعین و تبع تابعین داشت، دنبال از این نگشتن، تفرقه را پیدا کردن، جدا شدن، یکی پشت دیگر را گرفت. امروز بجای از اینکه یهود نصارا گذاشته شود، مردمایی که ما از اون توقع نیکی داشتیم دنبال امام بخاری شروع شد، سر امام بخاری نقد بکنه، عیب امام بخاری را بیان کنه. و کسی نه که تو امروز توقع میکنی که عالم مصدر خدمت جامعه بگرده، با سعی میکنی که بجز از تکفیر مسلمان ها، بجز از به فتوا کشتن و قتل مسلمان ها دیگه کار نباشه. این حالت ماست. علت چیست؟ علت ایست که ما او سببی را که الله سبب عزتمندی ما قرار داده بود، ما او سبب ترک کردیم، رجوع به دین الله نکردیم، به قانون الله تسلیم نشدیم. در یک جنبه زندگی ما حاکمیت قرآن در زندگی خود مشاهده نمی کنیم و نه برش تسلیم هستیم. بیگاه در یک توی بودیم، 2 سالونی بر بود، در یکیش ما تقریر میکردیم، اما در دیگه سالون اونجا ساز مرش بود. در اون ساز امی مسلمانی که امروز در جمعه آمده در اون ساز نشسته، امی مسلمان است، مسلمان دیگر نیست. نه هندو آمده، نه یهودی آمده، نه نصرانی آمده، امو شخصی است که اینیانی در طرف مسجد روان است برای ادای جمعه، امو شخص روان است. اما بیگو در کدام مجلس نشسته بود؟ تو چطور اینجا میایی به خاطر ازی که جمعه است برم نماز بخوانم، الله بخشش کنه مرا؟ و لعنتی الله سری تو باشه. تو الله را فریب میدی، گوی بندگی هوا و هوس بکو، باز گوی بندگی الله را دو چیزام یک جا میشه. بندگی الله در قلب جا بگیره، بندگی هوا و هوس هم میشه. تابیداری رسول الله قطعی تابیداری سازنده جمع نمیشه. تابیداری رسول الله با تابیداری ملت و مردم و قوم پرستی یک جای نمیشه، قطعا یک جای نمیشه. امروز ببینیم کدام حالت است. شما باور به الله بکنه، تلاوت آیات قرآن میشد و حتی آرام خاموش هم نکردن، خاموش نه پخش هم نکردن صدای ساز و سروده. سبا روز امی ملای ناملا جنازه امو را میخوانه. امی بدبخت مومن به خاطر سیالداری و کمداری و خشداری در جهنم خود برده. چرا در جهنم میبریم؟ داود تویی که ساز و سرود داره، از برادرت باشه، از بچهت باشه، شریک شو. دین تقاضای چی را میکنه؟ بگوییم ماستیم که همیشه معصیت ها را رونق دادیم. دهی تلویزیون دیوسا، تلویزیون دیوسی، تلویزیون نعوذ بالله بی غیرتی. کی
پیام روان میکنه، کی رای میده؟ شرمساری افغان مقرر میکنه به نام ستاره افغان، ستاره دیوسی، ستاره بغیرتی. توستی پشتش روان هستی. تو بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه، مردیش تو گور میکنی.